به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام همدیاران گرامی. درس 19 است از سلسله درس های انگلیسی برای نواموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف R. rabbit خرگوش یا زرگوش. رادیو این جهاز رادیو. رود راه کلان، خیابان، شاهراه. روز صدبرگ، گل صدبرگ. خوب، این بود درس 19. تا درس نوبتی، خدا حافظ.